هلو، چطورین؟ سلام دخترها، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی خوش اومدین به اولین ویدیوی چنل یوتیوب من. امیدوارم که اینجا بتونم مثل اینستاگرام محتوایی تولید کنم که دوست داشته باشین و واسهتون مفید باشه و شما همون محبت و حمایت همیشگی و ارزشمندتون رو ازم دریغ نکنین. خب از اونجایی که پاییز شروع شده و دیگه موقع خدافزی با تابستون و میکاپ های تابستونی و اینجور چیزاست و از طرفی همه شما میدونید که من یک فال پرسنم، یعنی از تابستون متنفرم، واقعا ازش بدم میاد، اصلا واسم قابل تحمل نیست و همونقدر به جاش عاشق پاییز و زمستون و این چیزام دیگه. واسه همین خیلی دوست داشتم که اولین ویدیوی اینجا رو با یه میکاپ پاییزی خفن با هم شروع کنیم. برای این میکاپ من از چت جی پی تی کمک گرفتم و توی یه چت خیلی بلند بالا و طولانی ازش خواستم تمام جزئیات یه میکاپ پاییزی رو واسم توضیح بده. جزئیات رو توی روند میکاپ واسهتون توضیح میدم، پس بدون معطلی بریم که با هم میکاپ رو انجام بدیم. اوکی، طبق آخرین گفتگویی که من با چت جی پی تی داشتم به این نتیجه رسیدیم که اون تصوری که اون از میکاپ پاییزی داره و اون چیزی که من در مورد میکاپ پاییزی میپسندم و دوست دارم و با هم ادغام کنیم و اینو بسازیم. من فکر میکنم این گلستر رو از زمانی که راهنمایی بودم دارمش، انقدر وفا دارم. من روتین پوستم رو انجام دادم و پوستم برای میکاپ کاملا آماده است، پس یه راست میریم سراغ میکاپ. خب برای کرم پود از این لیکوید فاندیشن مانیدا رنگ نود شماره 202 و اینلی رنگ دارک به شماره 28 استفاده میکنم. یه دونه پامپ مانیدا و یه نخود اینلی. این کار برای اینه که بتونم رنگ پوست خودم رو به دست بیارم. شما میتونید توی این مرحله از پرایمر استفاده کنید، اما من چون نمیخوام میکاپم خیلی بمونه ساعت زیاد از پرایمر استفاده نکردم. ببین یکی از چیزایی که باعث میشه نتیجه میکاپ شما خیلی مرتب و تمیز باشه اینه که حوصله به خرج بدین، به خصوص توی فید کردن محصولات روی پوستتون. اینجوری تون تون نزنین، با خودتون جنگ نداشته باشین. حالا اگر عجله داشتید که هیچی، اما اگر تایم داشتید خیلی با حوصله و آروم سعی کنید که پروداکت ها رو داخل پوستتون فشار بدین، فیکسشون کنین و پوستتون رو کاملا یک دست در بیارید. خب برای کانسیلر از این کانسیلر میچانا استفاده میکنم. این وسایلی که دارم استفاده میکنم همشون کاملا اقتصادی و مقرون به صرفن، هیچ کدومشون پروداکت های لوکس نیستن و همتون اگر دوست داشته باشید میتونید تهیه کنید. ببین کلا هم نظر خودم هم نظر چت جی پی تی این بود که این میکاپ یه پوست لایت داشته باشه، واسه همین کرم پودرایی هم که ازشون استفاده کردم مدیوم کاورج بودن، یعنی کاورشون متوسط بود و بر پایه آب بودن که برای میکاپ های روزانه گزینه مناسب ترین. کانسیلرم هم همینطور، کانسیلرم هم کاملا سبکه و دیگه همین دیگه. خب من تمام صورتم رو با پودر فیکس فلورمار فیکس میکنم و همون لحظه هم پاکش میکنم. فقط زیر چشمم رو میذارم که بیشتر بمونه، ولی بقیه صورتم رو در همین حد. و هر قسمتی هم که خواستم فیکس بکنم اینجا من بیوتی بلندر رو توی دستم دارم، قبلش دوباره صورتم رو فید میکنم تا اصلا خط و خطوط یا چین و چروکی روی پوستم نمونده باشه. خب همونطوری که گفتم چون میخواستم پوستم لایت باشه از کانتور چرب استفاده نکردم و حالا که پوستم رو فیکس کردم با این پنکیک دو رنگ نوتریکا از این رنگ تیرش استفاده میکنم تا یعنی به عنوان کانتور پودری استفاده میکنم و صورتم رو کانتور میکنم. نظر چت جی پی تی این بودش که واسه رژگونه بیشتر از رنگایی استفاده کنیم که توناژ نارنجی و قهوه‌ای دارن. حالا من اینجا این پالت فوراور 52 رو دارم که اتفاقا رنگای نارنجیش کم هم نیستن، تقریبا 3 تا شید نارنجی داره.
این یک کوچولو حالت شاین داره که من خیلی دوستش دارم، از این و این همزمان استفاده میکنم. و چون که میکاپ پاییزیه سعی میکنم که بیشتر اینجا روی سیب گونم باشه و حالا به سمت بیرون فیدش کنم. احساس میکنم نور این زیاده، شما نمیبینید، ولی نمیتونم کمترش کنم به خاطر اینکه الان از 100% نور روی 5% و اصلا کمتر از این نداره، اما خیلیه. اشکال نداره. ببین یعنی الان من اگر برم جلوی آینه یا شما من از نزدیک ببینید شبیه دلقکام، انقدر که گونه هام نارنجیه، اما خب توی ویدیو و خب با این نورا اصلا اون چیزی که هست مشخص نیست. نوبت هایلایتر افراست. ببین این هایلایتر شاید برای بعضیا اقتصادی به نظر نیاد، اما به شدت مقرون به صرف است، به خاطر اینکه یادم من چند ماه پیش که این هایلایتر رو گرفتم 1,200,000 بود قیمتش، اما خب وقتی که داخلش رو میبینید ببین چه همه رنگ، همه از یه طرف کاربردی و خب حجمش زیاده، یعنی شما راحت 1 سال تا 1.5 سال میتونید از این هایلایتر استفاده کنید تا زمانی که تاریخ انقضاش برسه، نه زمانی که تموم بشه. اول از همه پشت پلکتون رو با باقی مونده پودر فیکسی که روی براشتون مونده فیکس کنید. هر چقدر که حجم پودر فیکس پشت چشمتون بیشتر باشه پیگمنت سایتون رو میاره پایین تر. پالت من پالتیه که کمپانی مورفی با همکاری جیمز چارلز دادش بیرون و همونطور که میدید من میخوام از این 4 تا شیدی که پشت سر هم اومدن استفاده کنم. البته شاید بعداً یه کوچولو از این قهوه‌ای سوختشم بزنم، نمیدونم. اول از همه این رنگم که نمیدونم اسمش چیه رو برمیدارم و کلا میزنمش روی پشت پلکم، اما بالاتر از خط کریسم نمیارمش. در حقیقت اون رنگی که من برای تمام پلکم میخواستم رو توی این پالت ندارم، واسه همین این رنگ رو میزنم که رنگ بعدی که پررنگتر از اون چیزیه که میخوام پیگمنتش گرفته بشه و یه جورایی با هم ترکیب بشن و اون چیزی که میخوام به دست بیاد. حالا رنگ بعدیمو با همون براش دوباره میزنم روی همون قسمتی که رنگ قبلیمو گذاشتم، اما اینم بالاتر از خط کریس نمیارم، سعی میکنم که قسمت بیرونیشو فید کنم. رنگ بعدی قهوه‌ای آجوری مونه که من با یه براش کوچیک‌تر برش میدارم و میذارمش روی این قسمت و یه دال باهاش تشکیل میده. نظر چت‌جی‌پی‌تی هم همین بود که من از رنگای زرد و نارنجی و قرمز مایل به قهوه‌ای و اینها استفاده کنم، اما خب چیزی که اون میگفت خیلی تاریک میشد، خیلی دارک میشد سایش و من دوست داشتم که یه کوچولو حالت ملیح‌تر و ملایم‌تری داشته باشه، واسه همین دارم سعی میکنم از رنگای کم رنگ‌تر استفاده کنم و اصلا حجم رنگام کم بذارم روی پلکم. حالا دوباره با یه براش کوچیک‌تر قهوه‌ای خاکیمو برمیدارم و میزنمش فقط به این قسمت و خوب فیدش میکنم. خب بعدم نمیاد که برای این گوشه از یه هایلایتر چه رنگی بزنم؟ نه هایلایتر استفاده نمی‌کنم، احساس میکنم همین جوری میکاپ های مات بیشتر به پاییز میاد. برای خط چشم چت‌جی‌پی‌تی انتخابو به اختیار خودم گذاشت. فکر کنم دوستم داره. گفت هم میتونی قهوه‌ای بزنی هم میتونی مشکی بزنی، اما من مطمئنم که دوست دارم خط چشمم قهوه‌ای باشه، واسه همین از این پالت آکوای ماسکات از یکی از این دوتا رنگ قهوه‌ایش استفاده میکنم دیگه، هنوز نمیدونم. میخوام یه خط چشم بلند اما باریک بکشم.
خیلی هم باریک نشد. خیلی سخته هم دوربین رو داشته باشم، هم نه واقعا باریک نشد. چیکار کنم؟ همینو ادامه میدیم دیگه، سخت نمیگیرم. هنره. من میخواستم خط چشممو نازک بکشم که نیازی به موژه نباشه دیگه، مثلا موژه های خودم با ریمل مشخص باشه، اوکی باشه. اما خب حالا که خط چشمم کلفت شد، چون حوصله ریملم ندارم، از فرموژه استفاده میکنم تا موژه هام بلندتر و پرتر به نظر برسه. ریمل میزنم زیاد. آقا نظرتون با یک کوچولو بلابازی چیه؟ یهو به ذهنم رسید که واسه پلک پایینم از این قرمز و نارنجی استفاده کنم. فکر کنم خوب بشه. قرمزه رو میزنم به این گوشه. به خلاقیت چی کار میکنه با زیبایی انسان. اوف. و نارنجیه رو میارم داخلتر و این قرمزه رو هم باهاش فید میکنم دیگه. اوف. آه. نمیتونم دیگه تحمل کنم این همه زیبایی رو. خیلی خوشگل شد، خیلی خوشگل شد. الان خیلی خودم رو دوست دارم. بعد اصلا من کلن نمیدونم، شاید به خاطر اینکه خودم توی پاییز به دنیا اومدم، یا اصلا کلا هر چیزی پاییز رو خیلی دوست دارم و رنگای پاییزی رو هم خیلی دوست دارم. من رنگ مورد علاقه همونطوری که میدونید زرده، بعد نارنجی، بعد قرمز. الان دیگه واقعا احساس میکنم خودم رو زیباتر از این نمیتونم ببینم هیچ وقت. من ابروامو مرتب میکنم فقط، چون حالتش اوکیه دیگه، چیز دیگه ای نمیخواد. شما اگر ابروهاتون نیاز داشت به مرتب کردن، ژل یا پر کردن اینها، دیگه خودتون انجام بدید. میریم سراغ رژ. چجیبیتی گفتش که یه رژ قرمز مایل به قهوه‌ای بزن، اما خب من ترجیحم اینه که قهوه‌ای یا نارنجیش بیشتر باشه. واسه همین اول از همه از این رژ مایع لگراند شماره L11 استفاده میکنم و میزنمش روی لبم، بیشتر به عنوان یه زیرساز. بچه های محله ما دیوونه شدن فکر کنم. چه سر صدا میکنی؟ حالا نوبت اینه که یه کوچولو از این حالت بیروحی و خیلی قهوه‌ای بودن درش بیاریم. واسه همین از پالت دیفاین از برند کرکتر استفاده میکنم و فکر میکنم خیلی نیاز به ترکیب کردن نداشته باشم، به خاطر اینکه همین الان این رنگش خیلی چشم منو گرفته. به خاطر همین سعی میکنم که از همین یه کوچولو بزنم روی چند خوشگله. دقیقا همون چیزیه که میخواستم. اجازه بدید، من نیاز به آینه دارم. آقا به نظر من توی میکاپ هیچی بدتر از رژ نامرتب نیست. خیلی سعی کنید که بتونید رژتون رو مرتب بزنید، اصلا مثلا از خط بیرون زدگی نداشته باشه. خدایی خیلی جیگر نشد. اصلا فکر نمی کردم. من خیلی خودم رو دوست دارم. الان من خیلی خودم رو دوست دارم. هوشنگم اونجاست. هوشنگ تو چطور؟ اونم خیلی من دوست داره. خب اینم از فاینال لوک میکاپمون. چطور شد به نظرتون؟ من که خیلی دوستش دارم. اصلا واقعا خیلی دوستش دارم. خیلی
من میام نزدیکتر که شما بتونید یه لوک جزئی تر از میکاپ داشته باشید. پشت پلکمه، البته به خاطر اینکه خط چشم من یه کوچولو پهن شد، اون قهوه‌ای که آخر به گوشه پلک اضافه کردیم و پوشونده، اما خب بازم به نظر خودم که خیلی خیلی قشنگه. حالا شما میتونید برای این میکاپ از مژه مصنوعی هم استفاده کنید، اما برای من به نظر من با همین رژ اوکی بود. مرسی که منو نگاه کردین. امیدوارم که آموزش رو دوست داشته بوده باشین و حتما انجامش بدین. اگر انجام دادین عکسای قشنگتون رو واسه منم بفرستین که کلی ذوق کنم. و دیگه همین دیگه، دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، گودبای.